کابل است. با اندک بارندگی محشر برپا می شود. کسی پروای این آبها را هم ندارند. زنان هم از این آبها بیمی ندارند. پای پیاده، سواره، بایسکل سوار، موتورسیکل سوار و یا موتر فرقی نمیکنه. همه جا را آب گرفته. نه کوچه ها معیاری است و نه جویچه ها ظرفیت این آبها را دارند. شاید هر انجینیری که این کوچه ها و سرک ها را دیزاین کرده باشند تصور چنین روزها را اصلا نکرده باشند. برخی ها مسئولین شهروالی کابل را متهم میکنند که در پاککاری سرک ها و جویچه های کنار سرک کوتاهی میکنند. اما برخی دیگر به این عقیده‌اند که شماری از شهروندان نباید کثافات را در داخل جویچه ها بیندازند تا در چنین روزهای باعث بندش جویچه ها نگردد. به هر حال با همین مردم و همین مسئولان و همین شهر همین وضعیت ادامه خواهد داشت. این هم یک موتر گلپوش که در میان سیلاب ها گیر مانده و نمیتونه برای خود راه باز کنه. شاید موتر عروس باشد و یا اینکه به دنبال عروس می رود. مردم هم از بین همین آبها عبور می‌کنند. ناگزیرند، چاره دیگری وجود ندارد. هم باید تصمیم خود را بگیرم و از بین آبهای گل‌آلود باید بگذرم و الا نمیتوانیم تا شام اینجا بمانیم و معلوم هم نیست که تا شام یا این آبها
کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر. با عبور از این چهارراه مشکل حل شدنی نیست. در این قسمت های شهر آب داخل دکان ها و حتی خانه های مردم شده و راه از جا قابل تشخیص نیست. اینجا هم منطقه پل سوخته است. دیده میشه که به جای اینکه آب از زیر پل جاری باشد در بالای پل جاری است و مردم هم با بسیار مشکلات از بین همین آبها و این طرف و آن طرف عبور و مرور میکنند. بدترین حالتش هم این است که در چنین روزها موترها هم مردم را سوار نمی کنند. شاید موترداران وضعیت بدتری از پیاده روها داشته باشند. دوستای عزیز، این بود وضعیت یک روز بارانی در کابل. ما را دنبال کنید تا ویدیوهای جالب تر از این هم برایتان به نمایش بگذاریم.